بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام خدمت همه شما بیننده های چینل قاسمی از هر گوشه و کنار دنیا که مرسل مونین. امیدواریم که جور و صحتمند و سر حال و سالم باشید و از گزند حوادث روزگار در امان باشید. اللهم عجل لولیک الفرج و جعلنا من خیر اوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی عزیزان. طاعات عبادات همه شما انشالله که قبول درگاه حق باشد. و اما خدمت شما عرض کنیم که در کشورهای مانند پاکستان و عراق و ایران و بعضی از کشورهای دیگه که روز چهارشنبه اول ماه شعبان بود، روز دوشنبه ششم شعبان برابر با 26 جنوری سال 2026 می باشد و اما در بعضی از کشورها یک روز پیشتر است، یعنی روز یک شنبه ششم ماه مبارک شعبان می باشد. دیگه شما طبق امضا کشور خو که ماه بگاه سه شنبه دیده شده و یا بگاه چهار شنبه، یعنی روز سه شنبه برای شما اول شعبان بود یا چهار شنبه. شما هر کدامی از شما طبق امضا کشور خود خو محاسبه کنین. و اما عزیزان وقتم زیاد نگرم، بریم ما شما در قسمت کمین خیلی از عزیزان ما سوالات را پرسیده، اول جواب سوالات را بدهیم. من که مریض هستم نمیتوانم 100 رکعت نماز بخوانم، چی کار کنم؟ بعضی از شبها نمازهایش خیلی زیاد است، 100 رکعت، 50 رکعت است، 40 رکعت است. شبهایی که نمازش خیلی زیاد است شما 2 رکعت چی بخوانین، 4 رکعت چی بخوانین، 6 رکعت چی بخوانین، هر قدری که خوانده تنستین خوب است. امی قدر ما شما 2 رکعت چرا که بخوانی، خدای متعال نامی از ما شما را از جمله نمازگزاران شبهای ماه شعبان نوشته کنه که فلانی هم در فلان شب ماه شعبان 2 رکعت نماز خواندن. اگر 100 رکعت را خوانده تنستی که بسیار خوب است، اگر نتنستی حداقل 2 رکعت شرا بخوانی. عزیزان من همیشه در همه ویدیوها توصیه منم که شما اگر پورا خوانده نتنستین 2 رکعت شی بخوانین، هر قدری که وسع و توان داشتین بخوانین. اگر استاده خوانده نتنستین میتونین که به طور نشسته بخوانین. این نمازهای مستحبی را اگر استاده خوانده نتنستین میتونین به طور نشسته بخوانین، چرا که نمازهای مستحبی را آدم به طور نشسته هم خوانده میتواند. من اول ماه شعبان دیدم ساعت 6 به وقت ایالت برمن آلمان، یعنی کشور آلمان، شب چهارشنبه. ایشان میگه که من شب چهارشنبه ماه را در کشور آلمان اول شعبان را دیدم. دیگه سوال کرده معنی سلام نماز را بگو. معنی سلام نماز را در ویدیوی قبلی یعنی در شب پنجم ماه مبارک شعبان برای شما عرض کردیم. لطفاً بگو من کمرم خیلی درد میکنه و لطفاً بگین مشکل ندارد که من خوابیده سجده کنم، برایم دعا کنید. خدا انشالله شما را شفا بده. و کسانی که کمر درد دارن، شما کسانی که کمرشون درد منه نشسته سجده ها را انجام بدین، یعنی شما نمازها را نشسته بخوانید. کسانی که استاده خوانده نمیتونه برای شما عرض کردیم که نشسته. خب شما بنشینین، یگو بالشتی یگو مثلا استرند یگو چیزی در پیش روی خود بلین، بعد مار را بلیزو بلین، اما قدر اندازه ای که مثلا کمرشون خم باشه که اما اندازه ای که دیگه شما را بیتاب نمونه، اما اندازه خود خیره خم کن و پیشانی خود بله مهر بلین. بعضی هم اگه مهر را در بله پیشنیخ میگیرید نه، یگو چیزی اونجا باشه استاده باشه شما پیشانی خود بله مهر بلین، یعنی یگو چیزی بعضی جاها هست برای خود کرسی و چوکی جور مونه. خب بعضی وقتها یک استندی هم جور شده برای مهر که در پیش خود میله و نشسته میخوانه. کسانی که کمرش درد مونه میتونه که مثلا فرض کن که نشسته بخوانه، یعنی سجده را اما اندازه ای که کمرش خم باشه اما اندازه را استند برای خود جور کنه. از خوابیده کده یعنی نشسته بهتر هسته. اما اگر اونقدر بنده خدا دیگه حالش خراب بود که دیگه نشسته هم نتنیست، اون وقت میتونه که خوابیده نماز بخوانه، کدام مشکلی نداره. از طرف یک خانومی که عادت ماهوار وقتی که نفهمیده یا فهمیده روزه اش را قضا کردن نگرفته، چند سال از آن زمان گذشته، آیا حکمش چی است؟ وقتی که خانم ها ماهانه مریض میشه یعنی روزه هایش دیگه و روزه ها گرفته نمیشه، بعدا باید قضایش رو بگیره. او روزه ها روزشی به اصطلاح باطل است دیگه، یعنی روزه اگر بگیرم روزش درست نیه.
خب حالا بعد از او قضاییش را بگیره. بعد از ماه رمضان مثلا در ماه رجب، ماه شعبان، ماه جمادی ثانی، ماه ربیع الاول، ربیع الثانی، هر وقت سال که فرصت نیست میتونه که روزه قضایی را بگیره. اما ایشان گفته که نگرفته، چند سال از آن زمان گذشته، آیا حکمش چی است؟ تنها قضایی روزه را بگیره یا کفاره هم بیدد؟ قضایی روزه را که باید حتما بگیره و به خاطر که از او سال تا سال دیگر مانده به او خاطر کفاره میه. ببین کفارش به خاطر چیه؟ به خاطر که از او سال اول تا سال دوم را اگر قضاییش را بگیره کفاره نمیه. اما چون این چند سال شده که نگرفته، بله همون سال اولش را باید که کفاره بده. کفارش میشه 750 گرم آرد یا گندم یا برنج و فقیر بده که در ویدیوهای قبلی مسئله را برایشون توضیح دادم. اگر سیل نکردین برین حتما ویدیوهای قبلی را سیل کنین. لطفاً وقت نمازهای ماه شعبان را هم بگویید که در بین دو نماز است یا بعد از نماز عشا می باشد. برای شما عرض کردیم که عزیزان اگر روایت از پیغمبر بود که بین نماز مغرب و عشا، بین نماز مغرب و عشا خوانده میشه. اگر روایت نبود یعنی دیگه در پوره شب خوانده میشه. 2 بجه، 11 بجه، 12 بجه، 1 بجه، 2 بجه، هر وقت شب که شما فرصت داشتین، مقصد شب باشه یعنی روز نباشه. چرا که گفتن نماز مثلا شب ششم ماه شعبان، نگفتن نماز روزه ششم ماه شعبان، یعنی فقط شب باشه دیگه. اگر وقتش خود پیغمبر در حدیث مشخص نکرده بود. سوال داشتم اگر 100 رکعت نماز را نتوانیم بخوانیم، اگر 10 رکعت نماز بخوانیم قبول میشه یا نه؟ برای شما عرض کردیم قبلا که بله شما میتونید 2 رکعتش بخوانید، 4 رکعت، 6 رکعت، 2 رکعت، هر قدری که واسه توان داشتین بخوانین. دیگه سوال کرده در آداب ناخن گرفتن هم توضیح بدهید که از کدام دست شروع کند. در آداب ناخن گرفتن برای شما عرض کنیم که گفته از انگشت کوچک دست چپ شروع کن، از این انگشت شروع کن باین دیگه تا اینجی، و بعد از راست هم از انگشت کوچک شروع کن باین داخل ختم کنین. دیگه وقتی که میخوای یک شنگک را بگیرین بگین بسم الله و علی سنت محمد و آل محمد. ببخشید شما از کی تقلید دارید؟ بنده شخصا خودم از حضرت آیت الله العظمی محمد اسحاق فیاض خدا حفظشان کند، از ایشان تقلید دارم. خب دیگه سوال کرده امروز شعبان داخل شد، روز 3 شنبه است و من میخواهم روزه بگیرم و نماز صبح تا 8 صبح قضا نمی شود، پس من میتوانم روزه خود را ساعت 7 صبح نیت کنم؟ یعنی روزه را ما شما پیش از اذان صبح نیت مونی، حالا شما 6 و نیم صبح نیت مونی، 6 صبح نیت مونین، یا مثلا اگر شبم نیت کنین به همین نیت. مثلا اگر مگن ما بیدار نمشم یعنی وقت خواب نیت کنین که من صبح روزه میگیرم. اما اگر شما سحری مخورین دیگه اونمو سحری خوردنی از شما خودش نیت است برای روزه فردا. یعنی اگه کس باید شما سوال کنه که تو چرا امشب بال شده نان مخوری، تو میگه سحری مخورم تا صبح را روزه بگیرم، یعنی اینمی خودش نیت هست. یعنی نیت را باید پیش از اذان صبح کنی. اما اگر شما از خواب بال میشین یک دفعه که اذان صبح تیر شده دیگه میخوای که عمرش رو روزه بگیری، فقط اونمو زمانی که از خواب بال شدی هر وقت که بود فرق نمونه، پس لذا شما نیتی روزه کنین، بگی امروز رو روزه میگیرم قربتاً الله. مادرم سواد ندارد، خیلی زیاد میترسد، حتی برای 1 دقیقه هم تنها گذاشته نمیتوانیم. برای همه ما خیلی سخت است و برای خودش هم خیلی اذیت کننده است، مثل یک سایه تاریک همیشه پشت سرش است. خدا انشالله که یه ترس را از مادر شما دور کنه و دیگه و یک توهم است برای از او که مثلا حالا به خاطر چی رقم شده دیگه من نمیفهمم. برای شما عرض کنیم که یک دعای هست برای رفع ترس از آقا امام صادق علیه السلام که امام صادق علیه السلام فرمود شخص خدمت امام صادق شکایت از ترس و وحشت کرد. حضرت فرمود آیا خبر ندهم شما را که اگر بگویید آن را دیگر نمی ترسید، نه در شب و نه در روز. این دعا را بخوانید که از کتاب بهار الانوار هم است. بسم الله و بالله و توکلت علی الله انه من یتوکل علی الله فهو حسبه
ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم اجعلني في کنفک و فی جوارک واجعلنی فی امانک و فی منعک. دیگه یه دعا را شما همیشه بالای سرش بخوانین و سوره های چارقل را بخوانین. چارقل یعنی قل یا ایها الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله احد. مگه چارقل این را همیشه بخوانین و انشالله که ترشی برطرف میشه. و اما عزیزان وقتم زیاد نمیگیرم، بار ما و شما نماز شب ششم ماه مبارک شعبان را سیل کنیم و ببینیم که چند رکعت است و چه قسمی خوانده میشه و این نمازها به صورت دو رکعت خوانده میشه و دو رکعت نیت میشه و از آن اقامه نداره، روی دیست و رکوع و سجودش با نمازهای روزانه کدام فرقی ندارد. نماز شب ششم ماه مبارک شعبان، کتاب اقبال الاعمال، جلد دوم، باب نهم، فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ما، و در این باب فصلهای قرار دارد. فصل 21 عمل شب ششم ماه مبارک شعبان. در حدیث منقول از پیغمبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله آمده است: هر کس در شب ششم ماه مبارک شعبان 4 رکعت نماز بخوانه. چند رکعت؟ 4 رکعت، یعنی 2 نماز 2 رکعتی به نیت نماز شب ششم ماه مبارک شعبان. چه قسم بخوانه ایره؟ در هر رکعت سوره حمد 1 بار و سوره قل هو الله احد را 50 بار بخوانه، یعنی مثل نماز آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که نماز امیر المؤمنین علی علیه السلام هم امی قسم خوانده میشه، یعنی 4 رکعت نماز است که 2 نماز 2 رکعتی خوانده میشه. در هر رکعت 1 دفعه سوره حمد، 50 دفعه سوره قل هو الله احد است که البته همین نماز را نماز توبه هم می نامند و می گویند، یعنی نماز توبه یا نماز امیر المؤمنین که این در شب ششم ماه مبارک شعبان خوانده میشه که البته این نماز شب ششم ماه مبارک شعبان هست و به نیت نماز شب ششم ماه مبارک شعبان خوانده می شود. برایش ما عرض کردیم که نماز امیر المؤمنین علی علیه السلام هم امیر هم خوانده میشه. کسی که این نماز را بخواند خداوند روح او را در حال سعادت و نیکبختی میگیرد و قبرش وسیع میگردد و از قبر بیرون می آید در حالی که چهره اش مانند ماه می درخشد و می گوید اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله، یعنی گواهی می دهم که معبود جز خدا نیست و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده او می باشد. جهان سپاس از همه شما بیننده های عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید و نماز شب ششم ماه مبارک شعبان را سیل کردید. امیدوارم فهمیده باشید. عزیزان اگر سوالاتی داشتید می توانید در قسمت کامنت بنویسید و جواب خود را از ویدیوهای بعدی بگیرید. ویدیوهای بعدی را از اول تا آخر سیل کن. عزیزان نگین که جواب نمیدین، من جواب همه شما عزیزان را در ویدیوها میدهم. و اما عزیزان خدای متعال به برکت 14 تا نور مقدس مشکلات همه شما، مشکلات ملتمسین دعا، مشکلات همه مؤمنین مؤمنات، مشکلات جوانها نوجوانها، مشکلات همه مسافرانی که در سرزمین غربت به سر میبرند مشکلاتشان حل آسان بفرمایید و خدای متعال همه گرفتاری ها، پریشانی ها، آفت ها، علت ها، امراض ها، بلاهای زمینی و آسمانی از همه ما، از همه روی دنیا دور و برطرف بفرمایید و خدای متعال عاقبت کارهای همه من و شما را ختم به خیر بفرمایید ان شاء الله تعالی. عزیزان تا ویدیوهای بعدی شما را به الله پاک به نیاز یکتا می سپارم. بنده حقیر را هم در ضمن دعاهایتان فراموش نکنید. تا ویدیوهای بعد، خدا حافظ و ناصر همه شما.